سلام به کانال من مریم امیری، خوش اومدین. امروز یه آموزش خوشمزه و سنتی براتون دارم و اونم شله زرده. یه شله زرد اصیل ایرانی با کلی نکته طلایی. اگر این نکته های طلایی شله زرد رو ندونین، شله زرداتون ممکنه خیلی خوب در نیاد و عالی نشه. پس همراه من باشید، این ویدیو رو ببینید، از نکته هایی که میگم استفاده بکنید و خوشمزه ترین شله زرد رو درست کنید. اولین و مهمترین نکته‌ای که برای تهیه شله زرد باید بدونیم اینه که مواد لازمش رو بشناسیم، بدونیم از چه موادی باید استفاده کنیم، چون همونطور که میدونین کیفیت مواد اولیه توی تهیه شله زرد خیلی مهمه. ما برای تهیه شله زردمون خب چیزی که مسلمه و همه میدونن برنج احتیاج داریم. برنجی که استفاده میکنیم هم میتونه برنج نیم دونه باشه، هم میتونه برنج کامل باشه. فقط این که اغلب گفته میشه که از برنج نیم دونه باید استفاده بشه، هیچ بایدی وجود نداره. تفاوتش در سرعت پختن، باز شدن و له شدن برنج هست. برنجی رو که من استفاده کردم همونطور که میبینید برنج دونه درشته. حتما باید برنج ایرانی باشه. از برنج های باسماتی و برنج های هندی یا پاکستانی اینها اصلا نباید برای شله زرد استفاده کنیم. ما برنج ایرانی رو میخوایم چون عطر و بوی خود برنج خوب و درجه یک باید توی شله زردمون حتما باشه. من برنج رو شستم، الان 500 گرم برنجه که اینجا شستم. برنج رو چند بار میشورید و آبش رو خالی میکنید تا آب روی برنج زلال بشه. بعد یه مقدار کمی آب روی برنج میریزیم و از همین ابتدا من به برنجمون یه کمی زعفرون اضافه میکنم و یه مقدار گلاب. ببینید یک مقدارم گلاب و این برنج رو حدود 10-12 ساعت به این صورت با آب و زعفرون و گلاب باید خیس بکنن. این اولین نکته طلایی که من توی شله زردام همیشه اجرا میکنم و بی‌نظیر میشه که بهتون گفتم که شما هم این کارو بکنید. پس حدود 10-12 ساعت برنج رو با آب و گلاب و زعفرون میخیسونیم. مقدار گلاب و زعفرونی که من استفاده میکنم توی این شله زرد برای 500 گرم برنج تقریبا بین 1/2 پیمانه گلاب تا 1 پیمانه است که بستگی داره به کیفیت گلابی که استفاده میکنه. اگر گلابی که استفاده میکنین گلاب 2 آتیشه و عالی با عطر و بوی خیلی خوب باشه، 1/2 پیمانه هم براش کافیه. ولی اگر گلابتون کیفیتش یه مقدار پایینه تا 1 پیمانه مجاز هستید که گلاب رو استفاده کنید. از همون 1 پیمانه گلابی که داشتیم من چند تا قاشق روی برنج ریختم و بقیه‌شو میذارم کنار که حالا به وقتش بهتون میگم که کجا و کی باید استفاده بشه. زعفرونی هم که استفاده میکنیم برای نیم کیلو برنج حدوداً نیم مسقال هست که باز اندازه زعفرون هم ممکنه که بستگی به میل شما و یا با توجه به کیفیت زعفرونی که استفاده میکنین یه مقدار کم و زیاد بشه، ولی نیم مسقال برای نیم کیلو برنج کافیه. زعفرون رو دم میکنیم و زعفرون دم کرده رو یه مقدار از همون نیم مسقال رو توی آب برنج میریزیم که رنگ و عطرش به مغز برنجمون نفوذ بکنه. بقیه زعفرون رو هم میذاریم کنار بمونه، برای مراحل بعدی ازش استفاده میکنیم. مورد بعدی که باید استفاده بشه توی شله زرد شکر هست. سعی کنید از شکرهای دونه ریز استفاده کنید. شکرهای دونه درشت خیلی شکرهای خوبی نیستن و شکرهای دونه ریزن که خیلی بهتر و مناسبتر هستن. اندازه شکر برای شله زرد بین 2 تا 3 برابر برنج باید باشه، یعنی از 2 برابر کمتر نباشه، از 3 برابرم بیشتر نباشه. حالا اگر شله زرد کم شیرین تری دوست دارید 2 برابر استفاده بکنید و اگر دوست دارید شله زردتون خیلی مجلسی و شیرین تر باشه تا 3 برابر رو میتونید استفاده بکنید. الان مقدار شکری که من استفاده میکنم 2.5 برابر رو در نظر گرفتم. برای 500 گرم برنج فکر میکنم 1 کیلو و 250 گرم شکر من در نظر گرفتم.
توی شل زرد معمولا یه مقدار کمی کره یا روغن باید استفاده بشه. بعضیا از کره استفاده میکنن و بعضیا هم از روغن مایع، اما کاری که من انجام میدم هر دو رو با هم استفاده میکنم، به این دلیل که نقشی که کره توی شل زرد ما داره یه چیزه، نقشی که روغن داره یه چیز دیگه است. پس اینا نمیتونن جایگزین همدیگه باشن. کره رو داخل شل زردمون استفاده میکنیم، تقریبا 50 گرم برای نیم کیلو برنج که برای عطر و طعم شل زردمون خیلی ضروریه. و حدود 2 قاشق سوپخوری، 2 یا 3 قاشق سوپخوری هم روغن مایع میریزم. این روغن مایع باعث میشه شل زردتون خیلی براق‌تر و لطیف‌تر بشه. خلال پسته و گل سرخ و پودر دارچین هم که هر سه تاشون همونطور که میدونیم برای تزیین شل زردمون در آخر کار استفاده میشه. و اینجا خلال بادوم داریم، خلال خیلی نازک باید باشه، خلال بادوم درختی، به همین صورت آماده باشه تا بعد بهتون بگم که چه زمانی و با چی باید این خلال بادوم رو آماده کنیم برای شل زرد. زعفرونم که من سابیدم و دم کردم. در مورد زعفرون اگر دوست داشتید که اطلاعات کامل یعنی در مورد سابیدنش، انتخابش، دم کردنش با یخ، با آب گرم، با هر کدوم، حتما تو کامنت ها برام بنویسین تا تو اولین فرصت یه ویدیو آموزشی کامل در مورد انتخاب زعفرون و دم کردنش براتون آماده کنم. خب بریم دیگه شروع بکنیم پخت شل زردمون رو. از یه قابلمه استفاده میکنیم که گنجایش مواد رو داشته باشه و حتما اینو در نظر بگیرید که قابلمه ما، این برنج داخل قابلمه میجوشه، به قول معروف ری میکنه، خیلی باز میشه، پس قابلمه باید به نسبت برنج قشنگ حجم قابل توجهی داشته باشه. قابلمه رو گذاشتم روی حرارت و آب رو بهش اضافه میکنم. من آب جوش اضافه کردم چون میخوام خیلی سریع بقیه مراحل رو بهتون نشون بدم، ولی شما میتونین آب سرد بریزید و منتظر بمونین تا جوش بیاد. زمانی که آب جوش اومد بعد ما بهش این برنج رو اضافه میکنیم. حالا اغلب اوقات افراد وقتی برنج رو میشورن و خیس میکنن آب روش رو خالی میکنن بعد اضافه میکنن، ولی این آب چون کاملا زلال بود و الان زعفرون و برنج هم زعفرون و گلاب هم مخلوط داره دیگه خالیش نمیکنم و به همین صورت با همین آب روش اضافه میکنم به آبی که در حال جوشیدن هست. همه برنج رو ریختم داخل قابلمه و منتظرم تا جوش بیاد. در قابلمه شل زرد رو نبندین، بذارین درش باز باشه تا موقعی که جوش میاد سر نره. دوستان مقدار آبی که برای شل زرد باید استفاده بشه خیلی اندازش رو به صورت دقیق نمیشه گفت، به این دلیل که برنج های مختلف اون درصد، حالا عامیانه بهتون بگم، آبخورشون خیلی فرق داره با هم دیگه. یه برنجی با مقدار کمی آب تا میجوشه زود باز میشه و له میشه و یه سری از برنج ها هستن که لازمه که تو مقدار آب فراوونتر و زمان طولانی تری بجوشن تا به همون صورت باز بشن. اما اگر بخوام یه حدودی رو بهتون بگم برای تهیه شل زرد، معمولا مقدار برنج هر چقدر که باشه حدود 10 تا 12 برابر اون مقدار برنج آب نیاز دارین. اما شما اول همون حدود 9-10 برابر آب رو بریزید و بعد از اینکه اونو ریختین منتظر بمونین جوش بیاد، بجوشه و آماده بشه شل زردتون، برنجتون باز بشه. اگر دیدید خیلی غلیظ و سفته، اون وقت دوباره یک کوچولو آب جوش بهش بازم اضافه کنید و اگر نیاز نبود که همون کافیه. الان مقدار آبی که من برای این شل زرد فعلا ریختم همون تقریبا 10 برابر برنج هست. حالا با حرارت زیاد گذاشتم تا جوش بیاد و بعد از اینکه جوش بیاد باید حرارت رو کم بکنم و بذارم آروم آروم بجوشه تا دونه های برنج کامل باز شه. اغلب افراد منتظر میمونن تا دونه های برنج فقط یه مقدار باز بشه، اما این درست نیست و غلطه، به این دلیل که برنج شل زرد باید انقدر بجوشه و باز بشه که کاملا
له له بشه. همینطور که میبینین معمولا برنج وقتی که توی آب جوش میاد روش کف میکنه که گفته میشه اون کف برنج رو باید بگیرید. اما برنجی رو که از 12 ساعت قبل شما شسته باشید وقتی که جوش بیاد اصلا کف نداره. این یه ذره کفی هم که میبینین روی برنج من هست به خاطر اینه که من فرصت نکردم از 12 ساعت زودتر برنج رو بشورم. برنج من تقریبا حدود 6-7 ساعت خیس مونده، پس دیگه کفم نمیکنه، خیالتون راحت باشه. بعد از حدود تقریبا 1 ساعت شاید به این حالت برنجمون باز میشه. الان ببینید آب شل زردمون خیلی کم شده. برنجی که من استفاده کردم خیلی ری زیادی داشت و آبش کاملا کم شده. از اینجا به بعد هم دوباره این الان آب نیاز داره و هم چون شل زردمون خیلی غلیظ میشه باید یه کمی روغن رو اضافه کنیم. من الان اول بهش آب جوش اضافه میکنم 1-2 تا لیوان و یه هم میزنم. چون شل زردمون دیگه خیلی غلیظ شده و ممکنه ته بگیره، از اینجا به بعد من روغن مایه رو بهش تو همین مرحله اضافه میکنم و همینطور هم کره رو هم اضافه میکنم. خب ببینید کره و روغن مایه اضافه شد. حالا یه هم میزنم و دوباره میذارم یه مقدار دیگه بجوشه تا باز هم این آبی که ریختم کاملا تبخیر بشه و همینطور برنجا هم از این دوباره بازتر بشن. ببینید الان دونه برنجی اصلا درسته دیده نمیشه ولی بازم باید لهتر بشه شل زردمون. پس یه حدود نیم ساعت دیگه باز میذارم بجوشه. وقتی که کاملا برنج باز و له شد بعدم باید شکر رو اضافه کنیم. یه اشتباهی که خیلی ها میکنن تو اضافه کردن شکر عجله میکنن. وقتی شکر زود اضافه میشه چون به نسبت مقدار شکر هم برای این شل زرد کلا مقدار شکر تو شل زرد زیاده، شیرینی بیش از حد شکر اجازه نمیده که دونه های برنج خوب باز بشن. گاه هم پیش میاد که دوستان به ما میگن که من مثلا شل زردم 6 ساعت 7 ساعت رو حرارت بوده ولی بازم دونه برنجش خوب باز نشده. دلیلش این بوده که شکر رو زود اضافه کردن. حالا ببینین الان این برنج دیگه کاملا باز شده و آبش هم تبخیر شده. دوباره من الان میخوام بهش زعفرون رو اول یه مقدار اضافه کنم. زعفرون رو همیشه من برای شل زرد توی چند مرحله اضافه میکنم. یک مرحله توی خیسوندن برنج، یک مرحله زمانی که برنج کاملا باز شده ولی هنوز شکر رو اضافه نکردم و مرحله آخرم بعد از اضافه کردن شکر هست. خب ببینید الان زعفرونم اضافه شد. حالا میخوام شکر رو بهش اضافه کنم. ببینین الان کاملا غلیظ و بدون آبه ولی وقتی شکر رو اضافه میکنیم خود شکر باعث میشه که یه مقدار آب بندازه و دوباره باید منتظر بمونیم تا اون آب شکر کاملا تبخیر بشه. یه کمی هم بزنم این رو و بعد دوباره بقیه‌شو بریزم. بهتر بود که یه قابلمه بزرگتری رو من انتخاب میکردم. ببینین وقتی که شکر رو میریزیم دوباره شروع میکنه به آب انداختن. با اینکه الان کاملا غلیظه ولی دیگه نیازی به آب اضافه تر نداره. دوستان شل زرد یکی از دسرهای سنتی ایرانیه و اگر بخواین خوشمزه بشه باید این مقدار شکر رو بهش اضافه کنیم. حالا این که دسر سلامتی ممکنه نباشه و اینها دیگه به هر حال یه چیزیه که همه به خاطر میل و هوس استفادهش میکنن نه به خاطر تغذیه مناسب. پس خیلی درگیر زیاد بودن شکرش نشین. چیزی نیستش که غذای روزانه باشه هر روز اگر بخوایم بخوریم بله این مقدار شکر زیاده و برامون خوب نیست اما چون گاهی استفاده میشه مشکلی نداره. خب حالا دوباره یه مقدار دیگه بهش زعفرون اضافه میکنم. هم میزنیم تا ببینیم رنگ زعفرونش خوب شده یا نه. اگر کم باشه همینطور مرحله به مرحله اضافه میکنم. باید بجوشه بازم تا کاملا غلیظ بشه. من فکر میکنم که شاید مجبور بشم قابلمه‌مو عوض بکنم چون
خیلی پر شده و الان که جوش بیاد همه میپره بیرون. خب من یه مقدار دیگه بازم زعفرون اضافه کردم. هرچی فکر میکنم میبینم نمیشه، باید قابلمه عوض بشه چون خیلی پر شده. از اول انتخاب من خوب نبود، باید قابلمه بزرگتری رو انتخاب میکردم. الان وقتی که جوش بیاد تمام شل زردا با جوشیدن و قلقل کردن میپره بیرون و خدای نکرده روی دست یا حالا اطراف اینجا. پس بنابراین ما میایم قابلمه رو عوض میکنیم و بعد میذاریم با خیال راحت بجوشه. چون حالا گلاب و اینا میخواد بهش اضافه بشه، یه مقدار بهتره که جا داشته باشه بازم. خب من فکر میکنم بازم زعفرونش کمه ولی الان اضافه نمی کنم. هنوز من نیم مسقال زعفرونی رو که بهتون گفتم کامل اضافه نکردم، چون زعفرون بعد از اینکه یک مقدار میجوشه دوباره رنگ پس میده و خوش رنگ تر میشه. ولی خب زعفرون آماده دارم، اگر دیدم کمه باز اضافه میکنم. بیایید توی این قابلمه شل زردمون رو ببینین. قشنگ دیگه الان جا افتاده. رنگ زعفرونش هم خیلی عالیه. من برای 500 گرم برنج همون نیم مسقال زعفرون رو استفاده کردم. خب الان میخوایم بهش خلال بادوم و گلاب رو اضافه کنیم. من گلاب رو همیشه میریزم توی خلال بادوم به این صورت و 2-3 دقیقه فقط منتظر میمونم و بعد از 2-3 دقیقه گلاب و خلال بادوم رو با هم اضافه میکنم به شل زردم. پس بیشتر از 2-3 دقیقه هم نذارید خیس بمونه، چون خلال بادوم وقتی نرم میشه دیگه زیر دندون که میاد حالت خوشایندی نداره. خب اینم خلال بادوم به همراه گلاب اضافه میشه و دیگه تقریبا اواخر پخت شل زردمون این خلال بادوم و گلاب اضافه میشه. یه هم میزنیم و 1-2 دقیقه دیگه خاموشش میکنیم. حالا بعد از اینکه این رو خاموش کردیم، خیلی ها میگن باید شل زرد رو دم بکنید و با دم کنی بذارید بمونه تا قشنگ جا بیفته. ولی این کاری که گفته میشه برای شل زردهای خیلی بزرگه، برای مثلا شل زردهایی که حجم مواد توش خیلی زیاد هست. برای شل زردای کم و کوچیک که حالا به اندازه یه خانواده داره درست میشه خیلی ضروری نیست، ولی بازم میتونید این کار رو بکنید. کاری که من انجام میدم اینه که وقتی که خاموشش کردم، دیگه الان من اینو خاموش میکنم، درش رو میذارم و میذارم حدود 10 دقیقه با در بسته شل زردم بمونه و بعدم دیگه آماده استفاده میشه. اگر شل زردتون بیش از حد غلیظ بشه، بعد از اینکه توی ظرفاتون میریزید یه ذره که میمونه و خنک میشه تماما روش ترک میخوره و اگرم خیلی رقیق باشه که دیگه شل زرد جذاب و خوبی نمیشه. پس به غلظتش توجه بکنید و دقیقاً سعی کنید یه شل زرد با غلظت مناسب آماده کنید. من شل زرد رو توی ظرف دلخواهم کشیدم، آماده کردم و حالا با پودر دارچین باید روش رو تزیین بکنیم. پودر دارچین فقط برای تزیین نیست، جزو ادویه هاییه که طعم دهنده به شل زرده و شل زرد حتما باید با دارچین سرو بشه. پس فکر نکنین که دارچین رو فقط برای تزیین میخوایم، حتما دارچین باید روی شل زردتون باشه. از خلال پسته، خلال بادوم، از پودر نارگیل، از گل سرخ و همینطور بادوم پرک و تمام اینها میشه برای تزیین شل زرد استفاده کرد، ولی پیشنهاد من اینه که از همه‌شون استفاده نکنید. حالا حد اکثر مثلا 3 تا از اینها رو انتخاب بکنید برای تزیین شل زردتون. من الان گل سرخ هم دارم، این دارچینا رو یه ذره ضخیم‌ترشون بکنم، خطاشو. میتونید شابلون بذارید، از شابلونایی که توی بازار موجود هست برای ریختن دارچین استفاده بکنین که طرح‌های مختلف داره، و یا اینکه با دست، حالا اگر اسمی رو دوست دارین روش بنویسید و یا حالا گل یا هر چیزی که دلتون میخواد برای تزیینش استفاده کنید.
امیدوارم که آموزش ها و نکته هایی که توی این ویدیو بود براتون مفید باشه. شما هم این شل زرد و خوشمزه رو با این تکنیک هایی که بهتون گفتم درست کنید و امیدوارم که بهترین و خوشمزه ترین شل زرد ها رو درست کنید و نوش جونتون باشه. مرسی که منو همراهی میکنید و تماشا کردن ویدیوهای من توسط شما و همینطور کامنت هایی که برام میذارین خیلی خیلی به من انرژی میده و باعث میشه که ویدیوهای بیشتر و جذابتری رو براتون تولید بکنم. پس توی کامنت ها حتما برام بنویسید که دوست دارید آموزش های بعدیمون چی باشه و من با کمال میل براتون اجرا میکنم.